شما خوب میدونید و همه ملت ها خوب میدونن که تحریم ها نتیجهش فشار آوردن بر مردمه. اونها در سخن این رو اعلام میکنن که این به خاطر فشار به حکومت ایرانه، اما نتیجه این تحریم ها در زندگی مردمه. امریکایی ها در واقع میخوان از ملت ایران انتقام بگیرن، چون ملت ایران 44 سال اونها رو ناکام گذاشتن در اهدافشون. در جنگ تحمیلی مردم ایران و جوانهای ایرانی مردانه ایستادگی کردند در مقابل خواست امریکایی‌ها و در مقابل نظام سلطه. ملت ایران 44 سال ایستادگی داره میکنه. اونها و طرفدارانشون همیشه اعلام میکردن که ایران این 6 ماه یا اون 6 ماه یا این سال یا اون سال در واقع حکومتش پایان میپذیره، اما قریب 90 تا 6 ماه الان داره میگذره. اونهایی که این حرفا رو میزنن خودشون دیگه نیستن، بعضیشون در این عالم نیستن، بعضیشون هم در مسئولیت نیستند و ناتوان شدن، اما میدونن که جمهوری اسلامی ایران بسیار درخشنده تر و بسیار کارآمدتر و توانمندتر از همیشه داره ادامه میده. خب تحریم ها میخواست ملت ما رو متوقف کنه، اما ملت ما و جوانهای ما متوقف نشدن، دچار کندی نشدن، دچار ایستایی نشدن.